سلام، وقتتون بخیر. تحلیل یک دقیقه‌ای بیت کوین رو با هم دیگه پیگیری میکنیم که توضیحات جامع و کاملترش تو ویدیو اصلی که پیوست همین ویدیو یک دقیقه‌ای هست بیان شده و گفته شده. و نکته‌ای که وجود داره، ویدیو یک دقیقه‌ای معمولا 2-3 دقیقه من ضبط میکنم که باقی رو تو کانال تلگرام خودم آپلود میکنم، چون یه سری نکات رو نمیتونم این توی یک دقیقه فضا بیان کنم. نکته‌ای که وجود داره، یک حرکت ریزش، احتمال این که برگرده دوباره ریزش رو شکل بده و حرکت کنه به سمت 49 و 577 وجود داره. توی این مقطع بازار در حال تصمیم گیریه که دیدی که خودم داشتم، گفتم احتمال این که تا 2 روز آینده بیت کوین بره بالا هست، ولی بازار با احتمالاتی که من بیان میکنم حرکت نمیکنه. پس دیدی که روی چارت دارید رو رفتار کنید، فقط با شنیده هاتون ترید نکنید، بلکه با دیده ها